سلام، من محمدم و خیلی خشندیتان به این قسمت دینگو. سلام، من فهیمم. خیلی خوش آمدیم به این قسمت دینگو. سلام، من محمدم. خیلی خوشوندیم به برنامه دینگو. خب دوتا هر تا محمدیم. توجه کرامت. موضوع ما چند خانم مولایی؟ دیگه مودی این روزا همه سفرن و اینا، مگو در مورد گردشگری صحبت بکنیم. آها، خب مدیریت مهر سراب. سلام باشی، با افتخارن. خیلی خشندیتان. چند روز پیش هم خود سفر بوده دیگه. بله، حدوداً یه 20 روزی سفر. 20 روز. خوش گذشت؟ بله. لذتت با؟ بله، سفر. و مهره فکر کنم بیشتر پیش او دوستانی رفته که از طریق مهره باشه آشنا بوده. بله، قطعاً همینطوری هست. اصلا چی داستان. یه سوالی همیشه این سال قرار است من سومی سالم بشه، صبرم نیو بپرسم. وارد مهره کعبی اومد، انرژیش خیلی خوبه، یعنی حالت خیلی خوبه. یه قسمتش مدیریت قوی خود و رفاقت خام و اینطور چیزا نه، ولی هی فکر نکردنم یه چیز دیگه هم باید هی بشه. آقا تاریخچه مهره چند؟ به نظر تو یه انرژی و اکی و نهاندن؟ حالا قبلی که تاریخچه مهره رو توضیح آدم خدمت تو، به این چیز بگم که خیلی از مهمونون که اتان مثلا همین حرف زنن، یعنی وقتی وارد مثلا اقامتگاه بن حرف شو بیشتر همین که مثلا انرژیش هست اقامتگاهت. دو تا مسئله هن. اولا این که مسئله اولش هیچ ربطی به مهنی جالبه خواه و این به مهمون هم همگم و زندگی آدمان خوب که واقعا داخل مهر زندگی شو کرده سالهای سال، آدمانی که رو راست بودن، آدمان پر انرژی بودن. مثلا قطعا این موضوع باعث بود که انرژی تا الان وجود باشه. مونده. مثلا من از یکی از ساکنین مهره که قبلا حالا حدود 20 سال سکونت شو کرده خانواده گلبت که اون پرسی، مثلا به میشه گفت من همیشه میگم بادگیر مهره، بادگیر دو تا بادگیرشه دیگه، بادگیر کوشی و بادگیر شمالی. خب من همیشه خون میگم بادگیر کوشیش انرژیش بیشترن. بعد یهو اتفاقی بعد از مثلا 4-5 سال همین عید امسال هون و همینطوری با هم دیگه نشتریم گپ مانزه، یهو گفت که ما تمام صبحونه اون خود نهی بادگیر مثلا ما خریدیم. خیلی جالب است انرژی آدمون این که مثلا دقیقی بادگیر خوش هم بیشتر نشتن تا مثلا او بادگیر و این به نظر من خیلی مهمه و تاثیرش هست. من به همین فکر میکنم که آدمونی که اینجا زندگی شو کرده آدمون خیلی خوبی بودن که او انرژی و مونده. و حالا دنباله رو باشم، حالا ما هم که داخل اقامتگاهیم با عشق و علاقه دقیقاً کار مثلا با نگاه بیزینسی کار نکنیم، یعنی حالا شاید پول خوش بیاد ولی این که نگاه ما وقتی مهمون وارده بود مثل اون مهمونی که به خونه خمته، یعنی دقیقاً همین به خدا، یعنی از لحظه ای که مهمونته تو عرض حضورش این حس رو به این مدد که مهمون من اصلا رفاقت مسافر اسمش مسافر که نانستم و هر کسی هم از بچهای خم بخوام بگید که مسافرت هم خواهشم نگو مسافر، بگو مهمان. این خیلی واضحه. هر کاری به نظرم دلی انجام بود اصلا حس آرامشش خیلی بهتره. اصلا مثلا خب تو حالا تاریخچه بعد اگه حرفم یاد بشه ما بگی تو اره یه هتلی، خب هتل مشخصن دیگه، اره آقا یه اتاق گیری با لبخند کارشن، یه ربات تورین تقریبا، چمدون تو اره در اتاق باز کنی اره داخل و تمام اتاق خود گفت و تموم و اره دو ضابطه اون بیاد مرحله این دیگه، یه حالت ربات توری نرفتن. ولی در خونه بومگردی مخصوصا مهره تو وقتی اتاقت گفت تازه شروع بود، تازه اون رفاقت و دوستانه و همه چی شروع بود. این خیلی جذابه. خب ما حال تاریخچه بگو. تاریخچه مهره که این خونه مال مرحوم حاج عبدالرحمن یونسن، خدا رحمتش بکنه، خدا رحمتش بکن. و اینکه ساکنین بعدیش هم عبدالرزاق گلبت بوده و چندین سال آقای گلبت در این خونه زندگیش کرده و خودم راجع به زندگیش داخل این خونه خیلی با هم دیگه گپ مزده که داخل چه اتاقونی بودن و خیلی چون دوست هسته. بعد از اونا خانواده صالح گلبت هم بودن، یه حدوداً فکر کنم 20 سال زندگیشو کرده در این خونه و اگه هم که همش آدمان خوب در این خونه زندگیشو کرده که انرژی مونده واقعا دقیقاً این خونه. و من سال 97 هستم که حالا چون بیرون اونجا کافه رستوران هم هستم
یادش بخیر. و کوچیک هست دیگه، حالا اون محوطه کوچیک هست ماست برن برای بونش فقط راست توریست بکنم، برای اینکه مهمونان هم برن، حالا اون موقع مهمون نه هست، مشتری هست، مشتری هست، برن بالای بون دیگه. وقتی بالای بون و مرمت هم که یکی یکی خم خیلی خشماند و هندم حیات و مرمت هم که و اتاقان باعث بکنه کل خونه کامل مرمت بشه. یعنی شروع مرمتش از اواخر 96 بوده تا 98 یه سری مرمتون انجام بود که دیگه به حساب ما تونست استفاده بکنیم، ولی تا روز امروز هم اونجا مرمتش هست. الان یه بادگیرش که در حال چلیدنن، ما الان یک ماه هندم که کاران مرمتیش انجام دادیم و خونه‌وان قدیمی همیشه مرمت همراهشه. یعنی اینه که تو بگی این خونه رو دیگه اوکی هم که و دیگه همیشه استفاده کنه. یعنی همیشه باید هوای خونت بشه، حواست باشه. به چندلون ما خیلی وقت پیشن و قدمت این خونه هم خیلی سوال پرسم کرده و آخرین نفری که با اطلاعات داد آقای احمد کنگی. خب خیلی اطلاعات خوبه، چون تاریخو آدم نباید بپرونت. بعضی جوانان اگه چند سال نه 200 سال خیلی راحت نباید، چون این تاریخ انتقال پیدا کنه دیگه. مثلا تو به یه نفر دیگه که و همین باعث بود که مثلا 100 سال بعد قدمت این خونه یه چیز الکی بشه. دقیقاً تاریخو باید سعی بکنی دقیق بگی و این خونه تقریبا بین 95 تا 105 سال که از آقای احمد کنگی اون پرسیده و ایشون چون که خودش خیلی حالت محقق همین کاره، حالا مرمت و اینا که مکه از ایشون سوالم که خدمتش چقدر در این خیلی هم عالی. خب حالا من خیلی دوست داشته بودم اون وضعیت گردشگری الان تو کنگ چطوره؟ ببین سوال خیلی خوبید که خب وضعیت گردشگری کلی بخوای حساب بکنیم، کلا شهرانی که آب و هواش گرمسیری هن این مشکلش هست که 6 الی 7 ماه از سال بیکاره بن و همین مشکل هم تو شهران دیگه ما هم که تو مسافرت هستم مثلا شهران سردسیر هم همین مشکل شده، ولی برعکس ما همیشه نباید دیگه فقط خود مشکل ما مشکل همه شده و این مشکلات حالا به شرایطونی و با روزای متفاوت به سراغ یه نفر دیگه هست. الان تو این ماه مثلا گردشگری نی واقعا از اتونم بگم آبان ماه تا بهمن ماه مثلا هستن، ولی اونجوری که شلوغ بشه تو مثلا همه با هم بیان نه، ولی از بهمن تا عید واقعا کار اقامتگاهی تو شهران بندری یا بندر کنگ واقعا خوبه حقیقتا. دقیقی 2-3 سال پیشرفت گردشگری در کنگ چطور بوده؟ پیشرفت گردشگر الان از همین فضای مجازی استارت کرد. خب از همین مک اقامتگاه اومد تا شهرداری و شهردار کنگ حقیقتا. یعنی نگاه هرچی الان دنیا بوده تو فضای مجازی دیگه. دقیقاً هرچی الان گردشگر بشنوید که شهر کنگ رو به پیشرفتن برنامه هسته. مثلا من یادم هست موقعی که آقای ایوب زاری هستم برنامه‌مون خیلی مثلا بیشتر هسته. مثلا پیش بوم مسی هر شو، حالا هر شو هم ناگم هر هفته برنامه هسته از مسئولین بیشتری دعوت شه که خب وقتی مسئولین نتون عکس گرفت این عکس انتقال دادن دیگه افرسه خانواده اون خب به خانواده اون که افرسه اونا هم انتقال دادن و این باعث بود که یه شهر مثلا رونق بگیرته. می اقامتگاه دار اگه فقط اون ایزا منتظر مهمون که مهمونم بیه تو پولم بگیرم برم، نه ما الان همین فصلی که گردشگرنی انیدیم تولید محتوا کنیم از همین مرمت خوب به مهمون رو نگیم و همین باعث بود که بیان مثلا حتی اقامتگاهان دیگه من نگم فقط به اقامتگاهان کنگ الحمدلله همشو خیلی خوب دلیان. یعنی نه که 3 تا مؤسسه درسته؟ بله اقامتگاه یونسی مؤسسه و اقامتگاه یوسفی مؤسسه هر دو تا خیلی زیبا. بله هر سه تا واقعا ما زحمت کشیدیم که مهمان اولین هدف ما هر سه تا اقامتگاه این که مهمان که حتی با رضایت بره و این تبلیغات کاری البته تبلیغات الکی نه، تبلیغاتی بکنی که واقعی باشه. مثلا طرف بلنده بود حتی اگه ای بابا عکسون چقدر ادیت بود مثلا این واقعی نه، ولی ما سعی بکنیم عکسونی که هستیم همون باشه مثلا واقعی باشه. خیلی دیگه ادیت بکنیم و بریم مثلا دنبال کارون ادیت به نظر من جواب ناده منفی هست. یه چیزی همه محمد شما من محمد نگفتنم خیلی رفیقیم هر دو تا گیم. محمد شما یک گوشه فرهنگ کنگ هم نشونو بقیه ندادینیتون دیگه. 100% اصلا موضوع همین موضوعی که حتی خود مهمانم اتت بندر کنگ شاید بدون فرهنگ این دوچن و هم
طرف داخل بهترین امکانات خوش اشست، بهترین خونه شاید خوش باشه، ولی حتی فرهنگ خون بگین اگر بیان این همه را و هدف شو از خوندن اقامتگاه همی بگن ارن هتل و هتل از لحاظ رفاهی واقعا رفاهش و آرامشش بیشترن دیگه. حالا بخوای واقعی رفاه مثلا از لحاظ اینکه اتاقانش رفاهی تره، مثلا طرف شاید داخل اتاق تلفن باشه زنگ بزن غذاش بیارن، ولی اتان که فرهنگ رو ببینن و ما هم سعی میکنیم. حالا ناگیم همه چی خوب رو روال سعی نکردیم که اینطوری بشه. مثلا من به مهمون خو غذای محلی دم، یا اینکه مثلا حالا اصلونا قهوه سازیم قهوه محلی خمان به خود مشتری این که اتان میگم مشتری حالا چون مشتری هم هنوز تو کافه هم این مهمان که اتد یا مشتری که اتد اسپرسو اگه تاسیان میگم اسپرسو ما مونیم کافه‌های شهر شاد شو باشه، ولی ما قهوه محلی خودم هم و خیلی بهش جالبن که وقتی آخر نگید اولین بار مخر خب اولین ها رو اینو یاد چمونت. مثلا اگه قهوه خوشمزه ای مخواد داخل شهر بندر کنگ این واژه همیشه داخل یاد چمونت، یا گوبولی همیشه مهمونان که حتی اگر گوبولی کنی چی دیگه. حالا شاید ادویه‌هانش مثلا یا ادویه‌هان خود محلی ترن، چون گوبولی الان بندر عباس هم حقیقتا هسته ولی کن فکر کنم ادویه‌هان خود و چیزی که تو کنگن سالهای سالیان سال بوده و این غذا رو واقعا وقتی اکثرا رضایت شده از این غذا و پوشش پوشش هم خیلی چیز مهمی. به نظر شما مثلا مسئولین و مردم هم وظیفه شما در قبالی که حالا وضعیت گردشگری بهبود پیدا بکنه بیشتر از این که هسته بوبو یا نه؟ بله 100%. یکی حالا اول از مردم برم، یکی این که روی باز گردشگر که حتی چیزی ناشوی در خمو به جز روی باز حتی خمو هم که عرم جایی چیزی نامونیت از کسی تو پول خواهده غذا خواهم مثلا بگیری اخلاق، ولی وقتی روی باز باشد مثلا یه مهمانت یه آدرسی ناداند، مثلا تو بگی من نادانم کیا، حالا شاید هم کسی نادان واقعا، ولی همین که سعی بکنی و اون گردشگر سعی تو رو ببین که مثلا آقا جان سعی نکردینی که کمک بکنی راه بکردی لذت برد. یک موضوع همراهی گردشگری که اتت کنگ یک شو اینجا و اگه بخواد بره دنبال این که خوش بگردم کجا هستم چه مکانونی ما هم مثلا در شهر، ولی این که می که صاحب اقامتگاه هم اگه وقت بکنم مثلا بهش بگم که این جوان اگه بره خیلی از لحاظ حال فرهنگی و اون چیزی که تو این همه راه هنده بگین، مثلا موزه کنگ یه جای زندن، یعنی موزهان دیگه هره تو بلیت گیری هره داخل یه چیزونی فقط نهاده که وسیله موزه کنگ وسیلهش نهاده و آدمی هم که توضیح به ایتهات هم هسته ها و جالب هم این که خوش رفته، مثلا از زبان خوش نگفته من رفتم آفریقا، من این وسیله استفاده هم کرد که نشون ندادن رفتم آفریقا. این خیلی به گردشگر مهمه و یکی از جوانی که من اگم گردشگر همیشه با رضایت کاملتت وقتی شباتت به اقامتگاه اگه بهترین جایی که رفتم موزه بوده، ناگه اقامتگاه تو بوده اگه موزه، چون اونجا واقعا لذت برد از گپ و گفت با آدمانی که رفتن. اون تو موزه اصلا مشخصه خیلی و واقعا زحمت نکشیدن افرادی که تو موزه هم بدون حقوق که امروزه نرد بدون حقوق مثلا یه جایی مشغول بشه، به خدا هیچ جنارم فقط از رو عشق و علاقه همش علاقه، یعنی جاذبه گردشگری کنگ اون مردمش هم هست. شما 3-4 رو که کنگ بشی اگر خاک کنگ بگیرن چند دوست ما هست قرار است 2 روز بمونن، هنوز که هنوزن اینجا زنگ ایزا محمد دیگه بله خیلی اون هستن که واقعا اصلا به یک شو بمونن. خیلی جالبه بهم شاید تعداد الان از 50 نفر بیشتر بوده که هوندن فقط برای یک شو ولی یک هفته موندن، یا مبود 6-7 نفر که 5 ماه 6 ماه موندن. دقیقاً خیلی جالبه. مثلا باهاش صحبت کنی کی یاره خیلی وقتون بوده ما که همیشه مهرهیم کی یاره سبا نرفتن اون پس با 1 هفته بعد نشته تو نرفتی نه دیگه موندی خشن موندیم و مردم کنگ خوش و جاذبه شما 4 روز کنگ بمونید تا و اگینی که او فرهنگو داخل مردم زندن لذت بریدن قطعا همینطوره.
گردشگر خارجی هم که گردشگر خارجی سالن اول خیلی زیاد ما هستن. سال 97 که قبل که اقامتگاه بشم حالا رستوران هستم، گردشگر خارجی ما هست که شنان اقامتگاه آقای زاری و یونسی شنهان و حالا برای استفاده از حالا قهوه یا اینکه غذا شنهان پیش ما خیلی بیشتر هستن. بعد که اقامتگاه آموزه تعدادش حالا انگشت شمار بوده، امسال که شاید بگم بیشتر از انگشتی کف دست میگن 5. به نظر گردشگر خارجی نقطه قوت کنگ چه؟ به گردشگر خارجی یه چیزی که خیلی مهمه رو راست بودن. اینکه خیلی براشون مهمه، یعنی اینقدر این رو راست بودن براشون مهمه که نگو مثلا تو اگه غذات مونده، مثال نزدنم حالا غذای مونده که آدمی کس نه، تو بگی آقا لان یه نگی بهترن، خیلی بهش بهتره تو الکی مثلا غذا شادی. یا مثلا اگه بهشت گفت صبحانم ساعت 7، اگه 7 بیدار بو 7 و ربع واقعا ناراحته من. یعنی سیستم زندگیشو با ما 100% فرقشه. هم خوبه این حالا از نظر خم اگه بگم من این طرز زندگی رو خیلی قبول نمی خم، خیلی آدمان با جوشتر و راحت‌تریم. مثلا یه ساعت معین خوابن، مثلا ساعت 10 خواب، از اون راه ساعت 6 بیداره، مثلا صبحونه‌ش رو زمانه، شامش رو زمان، از یه لحاظ که سیستم بدنیشو و مثل خودمون به خدا انواع اقسام مریضی شاید چون نبود، چون ناشتیم اینایی که حتی بگن مثلا اینجا مو دردیم اینجا مو دردن. و یکی از چیزانی که واقعا انسانون به نظر من سالممونن خواب منظم و غذای منظم. این دو تا اگه باشه 50% رو راستیمون نقطه قوتی که حالا اگینن نه منظوره که ارت طرف یه مغازه مثلا طرف بگین خارجین حالا به جایی که یه چیزش مثلا 80 تومن بگید مثلا 200 تومن افهمن، خیلی زود افهمن. و اینو از دید این که تمام کنگ ایطوره نگن، یعنی حتی یه نفر که یه چیزی رو بهشو بیشتر حساب بکن و متوجه بشن دیگه اگر کل مردم کنگ همین. پس وقتی خارجیتت خیلی باید احتیاط بکنیم و واقعی باشیم. و اینکه البته مردم خم و بازاریمون خم این چند سالی که اقامتگاه هست از حتی یه نفر هم شنفته که شاید هم به اونا ارزونتر از خم هادن. این قبولم هسته. خیلی مهمون نوازیم. بله. خیلی. بله. خب مردم خیلی خوبی هست. گردشگرونی که آندن چه انتقادی شاید نسبت بکن؟ او انتقادی که بیشترش نفی. انتقاد والا یکی از انتقادون این که نظافت. خب هم داخل ذهنم همین هست. نظافت خیلی براشون مهمه، یعنی شاید به دید خم یه جا تمیز باشه تا، ولی اونا خیلی ریز بینانه‌تر نگاه کن، چون شهر خم شهر گردشگری بوده. شاید خم به نسبت 20 سال پیش بگم الان خیلی مثلا تمیزن و تمیز بودم. وجود سطل زباله‌وان گپ داخل مثلا بافت و اینکه زباله‌وان که پر بود بغلش اناستن تا 20 متر این طرفش 20 متر اون طرفش گردشگر که رد نمودن بو عادت. حالا همه هم ناگم گردشگر خم هم دقیقاً شهر مثلا تمیزی ما باشه آدم لذت برد، خیلی لذت بری. و اینکه آدم وقتی یه جایی ارد که تمیزن حس و حالش هم خوبه بود. دقیقا. البته خیلی پیشرفت هم کرده نه چند سال 100%. ولی بازم اگه هم مردم هم مسئولین دست به دست هم هادن موفق بیم. مثلا یه لامپی که در خونه حالا سوخته اگه آدم خوش عوض بکن منتظر ننیزت کسی عوض بکنن خیلی کمک کن. روشنایی باف چند وقت هست باف تقریبا تاریکه دیگه. بله چند وقت تاریک هسته و حالا ما خوندیم که ما گفت ما اون محله رو حیات اقامتگاه خم بدونیم. من این خم به این ذهن رو میخیشون نشترم چندین ماه هست باف تاریک هست. ما هم هرچی ما رفت پیش مسئولین حالا نادرم بودجه شونه هسته یا حالا بحث به اونجا نارم آخرم مردم خوشو چه شو که ما خم نشترم. بعدم گفت خدای چه بود مگه آدم خوش. یه بار ما که از همین راه نون نخردینیم خلاصه فکر بکنیم کوچه اون حیات خمونه و من خم هندم استارت همزه با اقامتگاه همسایه خم مثلا گپ همزم گفت خم هرم 100 تالام چیزی نبود. خب آخرین و یه بار خم عوض کنیم. وقتی عوض ما که هم همسایه‌مون خوشحال بودن همون شو همه هندن برای عکاسی و خیلی جالب است همون شو یعنی 6-7 نفر هندن عکاسی شد اونجا و اینکه همسایه‌مون هم خیلی خوشحال بودن و ما با چندین همسایه هم وقت مونها صحبت ما که
میگفت ببین اگه خمو عوض بکنیم چقدر خوبه و من اگه اینم همسایه ما ببین یه صحبتو الان لامپون خونه خو عوض کنه خوشم خیلی جالبه با تاثیرش مردم هست نه وقتی گپ بزنه مسئولین. من همیشه حالا نگاه کنم به این دوربین و اگر وقتی مسئولین با مردم خود گپ بزنه مردم حتما رعایت کنن و این گپان گوش دادن و حتی همکاری کنن، ولی وقتی به مردم جداد که از خود دیگه اون مردم موازی تو حرکت میکنن. موافق. حالا یه چیزی که تو ذهنم هسته، خب به نظرم بیایم تو فصلی که حالا بیشتر گردشگرتا و چیزو بیایم یه سری مثلا نمایش و یه سری برنامه و اجرا بکنیم تو همین باف، تو همین جاها که مردم بیشتر هرن، او سنت و فرهنگ کنگ بهشون نشون آدیم به صورت نمایش که مثلا هم خم و انرژی بگیریم هم اونا یه چیزی آیه چوبو یا بفهمن مثلا آشنا بشن با سنت کن. خیلی این کار تقریبا انجام نبودن، درسته ما؟ خیلی هم انجام نبودن. یادآوری خوبید که بهمه که من بازم حالا از طریق این برنامه خوب شما به مخاطبین بگم که ما خیلی چند سال منتظریم که اونایی که فعال نزدیک بیان. در این چند سال تعداد خیلی کم از آدمای هنرمند خوش موندن نزدیک. مثلا ما مثلا یه نفر مورد هنیر بنوست تور هونده به ما زنگ زنیم چندین جا تا شاید یه نفر مثلا وقتی بشه یا روح بکن که بیاد. یکی از مشکلات این که هنوزه مثلا روش ناکن که بیان داخل مثلا اجتماع یا تو مهره بیان مثلا هنیر بنوسن همونجا. و حالا نه بحث هنیر، مثلا یه نفر مثلا پیدا بشه بگید ما آقا جان یه باکسی آمادم که باکس اسرونه اتونم بیارم شما حالا مثلا بفروشیتان، این خیلی زیبانه. یکی بیاد بگید ما آقا جان هنیر بلدم اتونم بیام، یعنی ما استقبال کنیم. میخوام از هر هنرمندی همینجا اگم در هر زمینه‌ای که بیان من استقبال کنم. محمد آقا خوش فهمد که واقعا دیده که استقبال کنم، یعنی هر هنرمندی بیاد استقبال کنم ازش. ایوه. به نظر تو مثلا اگر مسئولین نفهم این صنایع دستی صنایع گردشگری اینا بیان کلاس برگزار بکنن برای اونایی که علاقه شو به گردشگری ولی آموزش رو ندیده، مثلا یه سری ها میخوام به شخصا دیده که واقعا علاقه شو ولی آموزش لازمشو ندیده، به نظرت اگه کلاس به اینا یاد بدن خیلی 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 خوبن. واقعا خوبن و این کلاسون باعث بود که همین حرفی که می‌آموزه که ناتان نزدیک بازم مثلا وقتی برم به این کلاسون و حس بکنن که چقدر خوبن و چقدر اتون درآمدزایی بشه. مثلا ما الان شهرستان که هرم زودتری که خود بگی طرف خوش نهانده، مثلا موتور اجاره‌ای میخوای نافون چی میخوای، یعنی جذب نکرد گردشگر که حقیقتا باید بتونیم جذب بکنیم، نه فقط کن اقامتگاه استفاده بکن تو برت. مثلا همه باید استفاده بکنه. وقتی همه درک بکنه و حس بکنه و واقعی بگیره قایق، مثلا ما یه گردشگر رو یه دور شوی دخ اسکله بزن قایق نی هنوز درک نشو کرده که اتون درآمدزا بشد بهشون. یعنی اون لحظه ای که کنگ و مردم کنگ بدونن که این کار اتون جز حالا اقامتگاهانی که ما این درآمدزا بشد بهش از طریق گردشگر 100% اون روز موفقیت ما، یعنی مثلا قایق آماده بشد تو نری بگردی دنبال قایق به محمد زنگ بزن به این زنگ بزن. حالا هرچند شغل مردم ماهیگیری نپذیرم ولی اون روزونی که نارن هر شو که دیگه نارن ماهیگیری، اون شغلی که نارن اون قایقونی که هسته بتونه به گردشگر یه ذره مثلا بچرخونه انداخت اسکله همین جوار نزدیک مثلا. حالا نادرم مجوزان خاصی شود یا نه اینم هست البته، ولی خب وقتی بیان وارد کار یا دوچرخه مثلا اگه الان کسی بشد از آبان تا اردیبهشت 4-5 دونه دوچرخه کرایه‌ای بشد میخوام استقبال کنم. خیلی اونتانه که ما مونید بافت بگردیم با دوچرخه خیلی کارها بود. چقدر کار هست واقعا. الان اینجا بگم هنابندون ما هست، دوچرخه ما هست، موتور اجاره ما هست، قایق اجاره ما هست، یا مهمونونی هستن که شنوید برن یک شو ماهیگیری دنبال یه تا قایق برن ماهیگیری. حالا اونم بحث مجوزاش نافهمم ولی کار نشده اینی دقیقاً. درستن؟
نیست. ابود سعی بکنیم سعی مجوزو بکنی بگیریم. مجوز بگیری و ما داخل تبلیغات اینستایی خب بگم آقا مهمونانی که اتان اقامتگاه ما این چیزان هم هست کنارش. الان بندر خمیر حالا آدم رک بگید خیلی بهتره، خیلی پیشرفته کرده این زمینه. طالاب مثلا آماده اونجا یه قسمتی هست تو عریب مثلا بلیط گیری هر ساعتی تو بید 1 ساعت عریب طالاب با گردی خیلی پیش. پدل بورد الان پدل بورد بندر خمیر الان 1 سال هست و اقامتگاه الان که تابستون هم مهمون شده و حالا چون یه نفر خود اقامتگاه دار نتون همه این کارا رو ساپورت بکن هندل بکن، باید کسان دیگه بیان، همه باید در کنار هم انجام بده. هوای گرم هم اتان گردشگرانی هستن که علاقه شو هست به مثلا دریا به همین هوای گرم. خیلی اون که جوان هن که زندگی کنه سرد سیرن اونا علاقه‌مندن بیان گرما رو حس بکنن، ولی شهر خم هنوز زیر ساختانش مونیسته که اونا بیان، فقط اقامتگاه ما. باید فکر بکنیم و استفاده بکنیم. خب همچین هم شهر ما هسته، همچین مسئولین هم یکم باید کمک بکنه. دقیقاً باید کمک بکنه. اون حس همدلی و اگه بین مردم جلسات اون مسئولین آره. آفرین خیلی مهمه. خب محمد فکر کنم از نظر تایم حرف آخر خیلی گپ و خیلی ممنونم واقعا. همیشه انتظار ماست که راجع به این بحث حالا فکر کنم اولین بار نشتم گپ نزدیم. خیلی این گپان با مهمونان خم زده و خیلی گپانی که یادم نی که برام اینجا اگه با یه قسمت دیگه هم حتما هونیزی. خدا خیلی وقتا با مهمونان خانیزیم گپ زنیم مگه مثلا می اقامتگاه دار که یه جایی که مخروبه بوده خوندم به اینجا رسونده یه نفر از استان بلند بشه بیاد بگه آقا جان مثلا یه شخص بدون اینکه مثلا از لحاظ مالی هم خودش اوکی نام خب ولی چون عشق و علاقه واسه خوندم اینجا رو مرمتم کرده. هنوز توی چند سال یکی نهونده بگید مثلا آقا جان این جا به این قشنگ افتتاحات کرد نیاز به کمکت نی یا صحبتت نی، اصلا کمک مالی همش نه اینا. یه وقتونی مثلا معنوی خیلی بیشتر از مالیات رو کمک بکن به. دقیقاً. ولی متاسفانه و خوشبختانه اولین برنامه ایتون که راجع به این موضوع گپ توزه و واقعا خوشحالم. اصلا نیاز این گپ بزنیم به مردم بگیم آقا استفاده بکنیم. آره. خب ما همه اتونیم استفاده بکنیم. من از همینجا واقعا اگم هر کسی از امروز بیاد و هر هنری باشد که ما بتونیم به گردشگر ارائه بده میخوام استفاده کنم. خیلی عالی. شما حرف آخرتون؟ من خیلی خوشحال بودم سلامت و صحبت تو که لذت ما و خیلی از شما ممنونم که همراهی تو که سلامت باشید. خب من هم که تشکر کنم. حرفون محمد خیلی کامل، خیلی قوی، اوکی، اصلا میخوام لذت مبو که فقط گوش بکنم. و مرسی که تا الان همراه ما بوده ایتون. نگاه شما به ما خیلی زیبا. خدا نگهدارت. خدا نگهدار. جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ، این بود زندگی. جانی برای مرگ، مرگی برای یاد، یادی برای سنگ، این